اتچمنت میخوام. تو رو خدا اتچمنت ها رو بده. ویدیو اتچمنت بده جان جدت. و من اینجام که امروز بهتون بدم اتچمنت ها رو. سلام عشقا، حالتون چطوره؟ دیوتی زونم. خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل من، اولین ویدیو لانگ چنل. درخواستا زیاد بود، میخواستید بدونید که اتچمنت هایی که من استفاده میکنم چیه که توی ویدیو میذارم و خیلی کامنت گرفتم که این اتچمنت ها رو بهتون بدم. خب ولی خب وقت نشد تا الان که بخوام الان امروز و در این لحظه این اتچمنت ها رو بهتون بدم که بتونید استفاده کنید ازش. و بچه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لطفا لایک، کامنت، سابسکرایب و همه کاری که میتونید بکنید که حداقل چنل من یکم ویو بخوره و قرآن یوتیوب ساوا رو میپرونه. آقا شاید باور نکنید آقا، ولی کسی که داره تولید محتوا میکنه خیلی واقعا ناراحت میشه وقتی تو زحمت بکشی برای ویدیو، بعد ویدیوت ویو بخوره و بعد یوتیوب بیاد سابشو بپرونه. واقعا فشار بدی میخوری. و اینکه خودید من یه ویدیویی هم گذاشتم که متاسفانه کپی رایت خورد، 90 تا لایک گرفت و خیلی هم خوشتون اومد از اون ویدیو، خیلی حمایتش کردید. 18 تا دونه هم ساب گرفت. خیلی دیدم دیگه، قشنگ با چشای خودم دیدم واقعا حمایت کردید اون ویدیو رو. و اینکه کپی رایت خورد، خیلی عجیب غریب. 10 روز بعد اصلا خیلی عجیب غریب کپی رایت خورد بدون اینکه چیزی بگم. ببین من که کاری نکردم، ویدیوهای بقیه رو استفاده نکردم. کی میخواست من کپی رایت بزنن رو نمیدونم. خب احتمالاً به خاطر آهنگ بوده. حالا من یه بار دیگه ویدیو رو پاک میکنم و پستش میکنم که ایشالله حالا این بار کپی رایت نخوره. اگه دارید این ویدیو رو میبینید، حالا اون ویدیو زودتر منتشر میشه، دوباره زودتر میذارمش، برید اون ویدیو رو دوباره حمایت کنید. خب حداقل این ویویی که قبلا میگرفتیم برگرده. من قبلا ویدیوام حداقل 2K ویو رو میخورد، ولی الان دیگه میبینید دیگه بعضی از ویدیوام حتی به 40 تا ویو هم نمیرسه، با اینکه خیلی براشون زحمت کشیدم، کلی شات خفن داخلشون زدم، کلا 2 تا کامنت، 20 تا لایک. خیلی چیز خاصی نیست برای شمایی که یه هموطنتون داره ویدیو براتون میسازه و حمایتش نمیکنید. واقعا من نمیفهمم. حالا حرف اضافه نمیزنم، بریم سراغ اتچمنت ها تا بهتون اتچمنت ها رو بدم. اتچمنت اول DLQ هستش. خب بچه یه توضیحاتی من راجع به اتچمنت DLQ بدم تا ویدیو هم خیلی خسته کننده نشه براتون. آقا این اتچمنت همه رنج رو میزنه، چون نیاز نیستش که کار خاصی انجام بدی. همه رنج این اتچمنت برات میزنه، تهش دوشاته و میبینید دیگه. خب طبیعتا هیچ اسنایپی نیستش که داخل بتل بزنی به بدن اینمی و وانتپ کنه. و اول ویدیو هم اگه میبینید، اگه دیدید، خب من داشتم با دیل بیس پلی میدادم و دیل خود بازی بود که با همین اتچمنت اتفاقا داشتم بازی میکردم باش. دید که هیپ فایر هم حتی زدم با اتچمنت و کلا دارم میگم این اتچمنت هم هیپ فایرش خوبه، هم همه چی این اتچمنت خداست. و دیگه چی بگم دیگه از این اتچمنت. این هم اتچمنت، برید حالشو ببرید. بریم برای اتچمنت بعدی. آقا گانه بعدی که اتچمنتشو میخوام بهتون بدم HS دل هاست. من خب طبیعتا HS لجند رو ندارم، بدبخت و بی پول هستم. ها بهش کاری نداریم، با HS اسکلتیه که میشه گفتم و HS بیس بازی و خیلی با هم دیگه فرقی ندارن و نمیتونیم بگیم که این خب جادگان ایپی که خب پس بهتر میزنن. خودم به شخصه میگم HS معمولی از حتی HS لجندم بهتره. خب و کلا دارم حالا در مورد HS کارم تموم شد، در مورد خود اتچمنت توضیح بدم بهتون. اینه که این اتچمنت خب طبیعتا نباید این KRM
توقع اینو داشته باشی از HS که رنج خیلی بالایی و برات وان تپ کنه. خب منم واقعا همچین توقعی از این اتچمنت نداشتم، ولی این اتچمنت میتونه همچین کاری کنه، اونقدر فاصله زیادی رو بزنه، ولی حداقل تا 2 متری و راحت میتونم بگم وان شات میکنه براتون. حالا در ادامه گیم پلی هستش که چطوری میزنم با این اتچمنت و وان شات میکنه. اتچمنت باید قلقش دستت بیاد، اتچمنتی که خیلی از یوتیوبر رو گذاشتن، من حالا گفتم منم بذارم چون اتچمنت واقعا وان تپیه. خوشم اومد از این اتچمنت، گفتم منم ویدیو اتچمنتش رو بذارم که اگه ببینید خیلی خوب داره وان تپ میکنه. اگه نکردش واقعا 2 شات راحت جمع میکنه کارتون رو براتون جمع میکنه با 2 شات و خیلی فشار نمیخورید که اتچمنت وان شات نکنه. رفقا گان بعدی که میخوام اتچمنتش رو بهتون بدم کیارمه. میشه بگم که این کیارم رنج رو میزنه، نزدیک رو میزنه، همه فاصله رو برات وان تپ میکنه. این کیارم در این حد این اتچمنت میتونم بهتون بگم خداست. خب در این حد این اتچمنت خفنه، همه رنج رو براتون وان تپ میکنه، هیچ نگرانی از این مشکلات ندارید و دیگه نمیخواد قلقی هم دستتون بیاد و کار با این اتچمنت رو به شدت راحت تو بزن وان شات کن دیگه. کار دیگه ای واقعا نیاز نیست با این اتچمنت انجام بدید و این هم اتچمنت برید حالش رو ببرید. بریم برای گان بعدی. خب بچه گان بعدی که میخوام اتچمنتش رو بهتون بدم هیدسه، گانی که واقعا طرفدارای زیادی داشته این سیزن، سر این که خیلی از لیدربوردیا از این گان استفاده میکنن و واقعا دمیج رنجش بالاست و میتونم بگم یکی از بهترین گانای بهترین چی از 117 هم تا میشه گفت خیلی بهتره. گیم پلیش هم دارید، یعنی خیلی گیم پلی زیادی نداره. نتونستم ازش ضبط کنم، پینگم قطع شد و حرف اضافی نمیزنم. اینم از اتچمنت برید حالشو ببرید. و آخرین گانی که میخوام بهتون معرفی کنم و اتچمنتشو MC که این سیزن واقعا این سیزن چیه همه این سیزن ها داره رنده میکنه، بی نظیره، رو دستش نیست واقعا. ببین لیزر داره میکنه با این اتچمنت و میشه گفت واقعا یکی از بهترین اتچمنت های MC. شما متیکشو داشته باشی که دیگه شاهکاره، دیگه شاهکار هنریه، دیگه چیزی بهتر از این گان نیاز است. ببین چطوری داره لیزر میکنه، فقط شما اینجا رو ببین. تمام کرد کارو. حرف اضافی نمیزنم و این هم از آخری اتچمنت. برو حالشو ببر. آقا اتچمنت ها تمام شده، تو هنو لایک و ساب نکردی؟ آقا بودو لایک و سابو بزن، یه کامنت مرامی هم بذار. اینم اتچمنت کریمه بودش که بهتون اول ویدیو دادم. اتچمنت رو دیدی چه رنجی بان تپ کرد، داداشتون اتچمنت های خوبی بهتون میده. آقا گفتم دیگه لایک و سابو بکنید، یعنی چی بکنید؟ هم لایک و سابو بزنید، کامنت هم بذارید که حالا SMG نداشتم چون واقعا نیاز نبود SMG بذارم داخل ویدیو اتچمنت SMG و اتچمنت 117 هم حالا نداشتم برای ویدیو شورت. اتچمنت 117 رو براتون میذارم که برید حالشو ببرید. این نینجا شتم برای اختتامیه ویدیو و آره دیگه برو اشغال کن، داشتون چشات های میزنه براتون. دیگه حرف اضافه نمیزنم و دیگه خداها نگهدار. وای خدایا نمیتونم حتی حرف بزنم. خداحافظ تا یه ویدیوی دیگه.